دادگاه ولایت ختلان یک جوان را برای قصد پیوستن به گروه افراطگرایی به نام دولت اسلامی به 13 سال زندان محکوم کرد. در این دادگاه روز 8 می به رادیو آزادی گفتند که حکم محمد صالح بابایف ساکن ناحیه باختر هفته پیش صادر شد. ساکن 26 ساله دهه نوآباد جماعت دهات باختریان را با قصد جنایت و آمادگی به زرخریدی گناهکار دانستند. نزدیکانش از شهر قضیه خودداری کردند، ولی سیفالدین موهینی زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان و همزمان قاضی پرونده به رادیو آزادی گفت که محمد صالح بابایف در سخن آخرش در محاکمه نیتی به دولت اسلامی پیوستنش را تصدیق کرده است. به گفته مقامات این ساکن ولایت ختلان از سال 2013 به مهاجرت می رفته است و در شهر یکاترینبورگ با زن و 2 فرزندش زندگی می کرده است. محمد صالح بابایف را معاشرت پیوسته با مبلغان گروهی به نام دولت اسلامی از طریق اینترنت به دام ترنگرایان انداختند، اما او تا به ترکیه که از کشورهای ترانزیتی ورود به سوریه نرسیده در شهر کیشینیوف پایتخت مالده و روز 12 اپریل دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. شبکه‌های اجتماعی به مثل ادنا کلاسیک، وایبر و واتساپ یک راهی جلبی جوانان تاجیک به داعش بوده است و در اکثر پرونده‌های جنایی در دادگاه ولایت ختلان از آنها نام برند. از این پیشتر در ماه اپریل بهادر توختیف ساکن دیگری ناحیه باختر را هم با عین جنایت به 13 سال زندان محکوم به زندان کردند. سیفالدین موهینی زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان و همزمان قاضی مرافعه گفت که بهادر توختیف ماه دکبر سال 2016 هنگام سفر از مسکو به ترکیه در فرودگاه شرمتوف بازداشت شده است. با گفته دادگاه بهادر توختیف به شخص نامعلوم به نام ابو صلاح الدین در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک در شهر مسکو آشنا شده و بعد دامی آنها افتاده و خواسته است به سوریه برود به دولت اسلامی بپیوندد. خانواده بهادر توختیف گفتند که پسرشان در شهر مسکو راهروی میکرد و از بس که وقت زیادش را در شبکه‌های اجتماعی میگذرانده است او را از کار راندن و بعدی همین خواسته است به صف جنگجویان بپیوندد. اورازمی توختیف پدری 52 ساله بهادر توختیف میگوید دکبر آوردم داشت ما بفکرمون همون شرمت تقبل برای همون ترکیه رفتن در تاییش همون چیز همون دو سه جویده همون کار میکرد همون دیگه همون جنجال کردگه همون اینترنت چیکار همون خودش. غلام بابای وکیل بهادر توختیف گفت که حکم قوای قانونی گرفته ولی آنها شکایت نمیبرند چون از حکم راضی هستند. حکم درست آوردگی حکم درسته برای شکایت ما نیاورده. یگان مایده زیاد نیم باید گذار سبو کرد. بچه هیچی چی میگه؟ بچه کنار در پرای خوره. توی خاص بود ایرپورت شرمت و مسکو و دستگاه شده 7 ایلوه 3 قسمی ده. موده ها در تاجیکستان از 12 سال تا 20 سال دیگهش از 5 تا 8 موده ها رسیه خدیدی گذار دادن. طبق اطلاع دادگاه ولایت ختلان در 3 ماه امسال 15 ساکن ولایت را برای افراطگرایی و یا عضویت در گروه‌های تندرو به زندان محکوم کردند.